حضرت محمد در طول زندگیشون ازدواج‌های زیادی داشتن. سوالی که اکثرا میپرسن و کمتر به اون پرداخته شده اینه که چرا پیامبر اسلام باید این تعداد همسر داشته باشن و اصلا هدف و انگیزه پیامبر از این ازدواج‌ها چی بوده؟ حضرت محمد در 25 سالگی با خدیجه که 40 سال سن داشت ازدواج کرد و همه جوانیش رو در کنار زنی که 15 سال از اون بزرگتر بود گذراند و در طول 25 سال زندگی مشترک در اون جامعه‌ای که تجدید فراش و ازدواج‌های متعدد یک امر عادی و جزو عادات و رسوم اون زمان بود، هرگز با زنی دیگه ازدواج نکرد و تا 50 سالگی فقط یک همسر داشت. سن خدیجه زمانی که وفات میکنه 65 سال بود. سوال اینجاست که اگر پیامبر انسانی هوسران بود، چرا با زنی که 15 سال از خودش بزرگتر بود و 2 بار هم بیوه شده بود ازدواج میکنه؟ و تا زمانی که خدیجه در غیر حیات بود و 65 سال سن داشت، پیامبر با هیچ زن دیگه ازدواج نکرد و 25 سال از بهار جوانی خودش را در کنار یک زن گذراند. اما پیامبر بعد از وفات خدیجه با زنی به نام سوده که بیوه زن بود و همسرش را در حبشه از دست داده بود ازدواج کرد. و دلیل این که پیامبر سوده را به همسری انتخاب کرد این بود که چون او مسلمان شده بود و خانواده پدرش مشرک بودند و اون را به خاطر عقیده توحیدی که داشت خیلی اذیت می‌کردند. و اما ازدواج پیامبر با جویریه که از قبیله بنی مصطلق بود، با این ازدواج بیش از 100 خانواده از این قبیله مسلمان شدند و این خودش پشتیبانی قوی و مستحکمی برای پیامبر محسوب می‌شد. ازدواج با ام عبیده دختر ابو سفیان که موجب شد بزرگترین و قدرتمندترین دشمن مسلمانان توطئه کمتری نسبت به اونها کنه، چون پیامبر اسلام دامادشون شده بود. ازدواج با ام سلمه که شوهرش در جنگ احد شهید شده بود و در مدینه غریب و بیکس بود و سرپرستی 4 یتیم را بر عهده داشت. ازدواج با صفیه که بیوه زن و کنیز بود و شوهرش در جنگ خیبر کشته شده بود. پیامبر ایشون را آزاد کرد و با ایشون ازدواج نمود تا بر ارزش اجتماعی کنیزها نیز افزوده بشه. در واقع ازدواج با صفیه که یک کنیز بود، مقام و جایگاه کنیز که به چشم یک برده بهش نگاه می‌کردند را ارتقا داد و یک نوع مبارزه با برده‌داری بود. ازدواج با زینب بنت جحش که همسر طلاق داده شده زید بن حارثه که پسرخوانده پیامبر بود و این ازدواج به امر خداوند صورت گرفت تا فرهنگ غلط فرزندخواندگی در بین اعراب برداشته بشه و پروردگار ابتدا از پیامبرش شروع کرد. ازدواج با ماریه قبطیه که او هم یک کنیز بود و از طرف پادشاه اسکندریه برای پیامبر فرستاده شده بود که نسبش از پدر به آرون برادر موسی و از مادر به سموئیل نبی میرسید. ازدواج با حفصه دختر عمر بن خطاب که شوهرش در جنگ احد کشته شده بود و به خاطر بی‌نصیب بودن از زیبایی کسی حاضر نبود باهاش ازدواج کنه. به همین دلیل امکان به وجود می اومد که در بین مردم اینطوری القا بشه که نباید به جهاد برن، چون سرانجام زن و فرزندانشون دربدری و بی سرپناهی خواهد شد. ازدواج با میمونه دختر حارث بعد از صلح حدیبیه مسلمانان در اولین عمره‌ای که انجام میدادند بایستی فقط چند روز تو این شهر باقی میموندند، ولی در این مقطع اساس پیامبر میخواست بیشتر بمونه و در قلب مردم مکه نفوذ کنه. لذا از میمونه زنی که 51 سال سن داشت و 2 شوهر قبلی خودش را از دست داده بود خواستگاری نمود و میمونه از یک طرف خواهرزن عباس عموی پیامبر و از اون طرف عمه خالد ابن ولید سردار بزرگ قریش بود. میمونه خالد را مثل فرزند خودش بزرگ کرده بود و ازدواج پیامبر با او بسیار سرنوشت ساز بود. ازدواج با ریحانه، او یک کنیز از قبیله بنی قریظه بود. پیامبر اون آزاد کرد و بعد از مدتی مسلمان شد. پیامبر به او پیشنهاد ازدواج داد و ایشون هم قبول کردند. با این ازدواج پیامبر یک کنیز یهودی را به مقام مادر مؤمنان رساند. و اما ازدواج پیامبر با عایشه دختر سیدنا ابوبکر که تنها خانم باکره حضرت محمد بود، برای ازدواج با ایشون دلایل زیادی ذکر شده. همچون قبل از پیامبر ایشون خواستگار دیگری به نام جبیر ابن مطعم داشتند و این یعنی اینطور نبوده که پیامبر خواسته باشن با یک دختر بچه ازدواج کنند، که البته در مورد این ازدواج پیامبر نیاز به بررسی مفصل و جامعی است که تو این ویدیو نمی‌گنجه و نیاز است که در یک ویدیو مجزا به بررسی اون بپردازیم. اما از مهمترین اون دلایل اینه که مادرمان عایشه چون حافظه بسیار قدرتمندی داشتن، احادیث بسیار زیادی را از پیامبر فرا گرفتند و بعد از پیامبر 47 سال زنده بودند و همچون دریایی از علم اصحاب و مردم را با سخنان پیامبر سیراب می‌کردند. نکته بسیار بسیار مهم اینه که بعد از قدرت گرفتن اسلام رسول خدا دیگه هیچ ازدواجی انجام ندادن، در حالی که یک فرد خوشگذران اگر قدرتی در اختیار داشته باشه نهایت استفاده را از این فرصت میکنه. همچون افراد هوسباز جوانترین و زیباترین زنان را اختیار میکنند
کما اینکه شما هم میدونید در اون زمان پادشاهان برای خودشون حرمسراهایی داشتن. در حالی که بررسی کردیم و برای ما مشخص شد که ازدواج‌های پیامبر خدا با بیوه زن‌ها و کنیزها بوده و عموماً انگیزه اجتماعی، سیاسی و الهی داشته است. این بود خلاصه‌ای از وضعیت ازدواج‌های پیامبر که برای هر کدوم دلایلی وجود داره. قضاوت با شما.